سلام دوستای گلم، به آشپزخانه کوچک من خوش اومدین. من نفس هستم. امروز اومدم با آموزش یک قرمه سبزی خوشمزه و جا افتاده در خدمتتون باشم. با من همراه باشین. من تو این ویدیو برای پخت قرمه سبزی میخوام از پیاز خشک شده استفاده کنم. شما پیاز رو خرد کنید و قشنگ تو روغن داغ تفت بدید و کمی که سبک شد گوشت رو اضافه کنید. گوشت پیازی که تفت دادین و رنگ گوشت تغییر کرد، ادویه رو اضافه کنید. ادویه رو توی کپشن براتون می‌نویسم. ادویه رو کمی تفت بدین تا خامی ادویه گرفته بشه. اگه مثل من خواستین از پیاز خشک استفاده کنید، توی این مرحله پیازهای خشک شده‌تون رو اضافه کنید. حالا که تا اینجای ویدیو اومدین، برای اینکه خستگی من از سرم در بره، لایک کنید، کامنت بذارید و اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و اگر تجربه‌ای تو این زمینه دارید حتما برام بنویسید. تمام مراحل رو به شکلی که توی تصویر می‌بینید انجام بدید. اگر قرمه سبزیتون سیاه نشد، به دلیل اینه که از روغن جامد استفاده نکردین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. ممنون از نگاه‌های زیباتون. امیدوارم درست کنید و کنار خانواده‌تون لذت ببرین.